قرآننا الذي أتى شريعة الأكوان نزهو به على مدى الأزمان. آياته قد أنزلت على رسول النور لنهتدي بهديه على مدى العصور. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه ابراهیم که 52 آیه دارد مکی است به شهادت عناصر محوری این سوره. در مکی یا مدنی بودن این سوره قبلا هم ملاحظه فرمودید اگر محور اصلی سوره مسائل اعتقادی به خطوط کلی تهذیب نفس مانندان باشد این مکی است. اگر گذشته از اینها مسائل جزئی، مسائل جنگ و صلح، مسائل نماز و روزه، مسائل حج، مسائل زکات، مسائل صوم و فروعات جزئی رو در بر داشته باشد معلوم شد مدنی است، چون جریان حج و جنگ و صلح و امثال ذالک تو مکه نبود، تو مدینه بود. در این سوره از فروع جزئی و فقهی سخنی نیست، فقط رو مسائل اعتقادی توحید و وحی و نبوت و قرآن و امثال اینها بحث ببینیم. لذا عناصر محوری این سوره مبارک ابراهیم نشان مکی بودن اوست. آغاز این سوره حرف مقطع است که بحث مبسوط حروف مقطع در همون اون اول سوره مبارکه بقره بازگو شد که این چندین وجه گفته شد و احتمالاتی درباره حروف مقطع بود. این حروف مقطع بعضیشون جزء آیه‌اند و به تنهایی آیه نیستند، نظیر همین سوره مبارک ابراهیم که الف لام را جزء آیه است. بعضی آیه مستقلن نظیر طه یا الف لام میم را، الف لام میم صاد یا صاد به مانند. بعضی یا 2 تا آیه مثل حامیم عین سین قاف که این حروف مقطع حامیم عین سین قاف جمعاً 2 تا آیه است نه یک آیه. پس حروف مقطع یا جزء آیه است، آیه مستقل نیست، یا به تنها یک آیه است یا 2 آیه را تشکیل میده. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. کتاب انزلناه الیک یعنی هذا کتابون، قرآن کتابی است که ما او را فرستادیم. تو تدوین نکردی، دیگری هم تدوین نکرده، فقط ما فرستادیم و تو وحیابی. کتاب انزلناه الیک، پس دیگری نگرفت فقط تو گیرنده وحی، دیگری تنظیم نکرد فقط ما تنظیم کننده وحی. کسی این کتاب را تدوین نکرده است. کتاب انزلناه الیک برای چی و بر مخاطبان ما کیان اون را در این آیه مشخص کرد. فرمود این کتاب برای آن است که تو مردم نورانی کنی. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اونا را از ظلمت ها بیرون بیاری به نور که بشن نورانی. البته این کار باید به اذن پروردگار باشد. راهش هم همون صراط مستقیم همین است که بازگو میکند. پس این کتاب برای نورانی شدن فرد و جامعه نازل شده است و تو هم نیری و منوری به اذن خدا، تو دلها رو نورانی میکنی. مخاطبان این آیه هم جمیع مردمان،
گرچه بهرمندان این آیه گروه خاصی هدی للمتقین است و مانند آن، ولی این کتاب پیامش جهانی و همگانی و همیشگی است. پس مخاطب آیه جمیع مردم است. در صدر و ساقه این سوره مبارکه ابراهیم عمومیت قلمرو به رسالت مطرح است. در اول این سوره سخن از لتخرج الناس آمده، در پایان این سوره هذا بلاغ للناس آمده. معلوم میشه مخاطب این سوره قرآن جمیع مردمن، نه گروه خاص. البته اونها که استفاده میکنن قشر مخصوصی هستند، هدی للمتقین است و مانند آن. برای استفاده عمومیت پیام قرآن هم این گونه از آیات دلیل است، هم آیاتی از قبیل ذکری للبشر، ما ارسلناک الا کافة للناس، تبارک الذی نزل الفرقان، این گونه از آیات. وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است، برای همه مردم آمده است و این قرآن ذکرا برای بشریت است. این چند طایفه آیات نشان گسترش رسالت اون حضرت در ظرف زمان و مکان، یعنی همگانی است، یک همیشگی است الی یوم القیامه، این دو فرمود برای همه مردم. و این کار هم یک کار اساسی است، میخواد جامعه را نورانی کنی و جامعه هم که نظیر فضای زمان و زمین نیست کسی با سیمکشی و برق و کابل برق یه شهری را نورانی کند که کار عادی باشد، یه کار فیزیکی باشد، یه کار متافیزیکی است. دلها را میخواد نور بدی، مگر دلها کسی میخواد نور بده بدون اذن خدا ممکنه؟ گرچه هیچ کاری در جهان بدون اذن خدا ممکن نیست. او قادر علی الاطلاق است، او غنی محض است و دیگران فقیر و غیرند. اگر دیگران فقیر و غیرند چگونه کاری از اونا ساخته است؟ ولی اگر بخواهند دلهای مردم را نورانی کنند، خود افراد بر دل خودشون مسلط نیستند، چه رسد به دیگری؟ مگر این کار آسانیه؟ خب جان انسان هم که امر ملکوتی است، بخواهند در ملکوت انسان اثر بکند، اون فضا را روشن بکند، این بدون اذن خدا ممکن نیست. خب پس مخاطب اصلی این قرآن جمیع مردمن و عملاً هم همینطور شد، برای اینکه هم عرب شهری و هم اعراب روستایی و هم سلمان فارسی و هم صهیب رومی هم بلال حبشی همه اسلام آوردن. معلوم می شود که دعوت گسترده است و مخصوص عرب یا حجازی و مانند آن نیست. دعوت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نسبت به امپراتوری ایران و روم هم که مشهود است، نامه نوشته اسلام بیاورید. اهل کتاب هم که دعوت کرده، یهودی ها مسلمان شدن، مسیحی ها مسلمان شدن و عده‌ای البته اسلام قبول نکردن. پس عملا اسلام جهانی بود، اختصاصی به قشر خاص نداشت. زبان قرآن عربی باشد، زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم عربی باشد، معناش این نیست که منطقه رسالت هم عرب نشین است یا عربی زبان است. اون ذکرال البشر است، گرچه نقطه آغازینش بالاخره منطقه عرب نشین. عملا همینطور بود. پس اول و آخر این سوره نشانه جهانی بودن این قرآن است که لتخرج الناس من الظلمات الی النور در اولین آیه، در آخرین آیه هم این است که هذا بلاغ للناس و لینذروا به. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم برای این نازل شده است که مردم قیام به قسط بکنند، چه اینکه همه انبیا کتابهاشون و رسالتهاشون لیقوم الناس بالقسط بود که در سوره مبارکه حدید آمده است که ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، مردم عادل بشن.
مردم عادل بشوند یه هدف میانی است. آدم خوب شدن این بین راه است، نه آخر راه. آدم خوب است، اهل بهشت است، متقی است، عادل است، فاضل است، کامل است، همین. اما حالا مشاهدات غیبی داشته باشد، ملکوت رو ببیند، نظیر حارثة ابن زید بگوید الان که اینجا نشستم گویا بهشت میبینم، گویا جهنم میبینم، این مقدور همه نیست. و هدف نهایی قرآن اینه، نه آدم خوب شدن. آدم خوب شدن هدف میانیه. انسان اون برد را دارد که به حارثة ابن ما، این نه امام بود نه امامزاده، نه پیغمبر بود نه پیغمبرزاده، که عهد من الناس بود و حرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم در او اثر کرد. مواظب بود که راه کسی رو نبنده، بیراه هم نره، که در همین اوائل سوره مبارکه ابراهیم بهش اشاره شده و اونجا رسیده. هدف این نیست آدم بره بهشت، هدف این است که آدم اینجا نشسته بهشت رو ببینه. اگر به جای رسید آدم خوبی شد بعد از مرگ بهشت رفت، این تو راه هست نه پایان راه. اگر به جای رسید که بهشت به اشتیاق اوست، همونطور که درباره عده‌ای از اصحاب آمده که این الجنت تشتاق الی اربع یا کذا و کذا، بهشت مشتاق اوست و بهشت را او میسازد و او به جنت اللقا دعوت میشود و جناتون تجری من تحت الانهار مال اوست لهم جناتون، نه اینا رو تو بهشت میبرن. این هدف نهایی است. بنابراین اگر گفته می شود که علم نور است، عدل نور است، تقوا نور است، اینا نور هستن واقعا، اما نور ضعیف. قرآن برای این نور ضعیف نیامده، برای اون نور قوی آمده. این که دارد اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر بنور الله، همینه. گاهی هر کاری میخوام بکنن یک کسی رو منصرف بکنن از یه عملی، نمیشه. این میگه من برام روشن است که این مطلب خلاف است، چرا من اصرار میکنی؟ این همون ینظر بنور الله است. اون هدف نهایی است. و اگر کسی این راه را درست کرد، اون اهداف میانی را پیمود و توقف نکرد، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی شاملش میشود. میگه تو که به مقام نفس مطمئنه رسیدی، یک، به مقام راضیتاً رسیدی، دو، به مقام مرضیتاً رسیدی، سه. این شرایط سگانه را داری، مجازی بیایی بیا. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة، کجا بیا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این اختصاصی به بعد از مرگ نداره یا اختصاصی به حالت احتضار نداره. الان مردان الهی مشمول اینن. این چنین نیست که آدم باید بمیره تا وارد اون صحنه ببینه، نه، نمرده با مرگ ارادی میمیره، نه با مرگ طبیعی و اون نشه نصیبش میشود. بنابراین هدف اصلی قرآن نورانی کردن جامعه است. همون طوری که هدف میانی را عده‌ای ندارن و عده‌ای دارن، هدف برین و پایانی را هم به شرح زن عده‌ای دارن عده‌ای ندارن. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. آیات قرآن هم در بیان هدف میانی و هدف نهایی، این هم دو طایفه است.
بعضی از آیات که قسمت مهم آیات رو تشکیل میدهد، اینا هدف میانی رو ذکر میکنند. لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، لعلکم تشکرون، لعلکم تذکرون، لیقوم الناس بالقسط و مانند اون. برخی آیات که اونها تقریبا کمتر از این قسمتن، اون هدف نهایی رو ذکر میکند که جامعه را باید با قرآن روشن کرد و نورانی کرد. در سوره مبارکه مائده آیه 16 این است که یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه. خب آیاتی که میگوید قرآن و اسلام برای نورانی شدن جامعه آمده است، این زیاد نیست، برای اینکه اون بهره اوحدی از انسان هاست که نورانی میشن. کسانی که در درونشون روشن است، نورانیت هست و هر کاری میخوان بکنن اینا را فریب بدن نمیشود. اینا یافتن یه چیزی رو که با او دارن زندگی میکنن، اینا کمن. بعضی ها سهم دارن، بعضی نسیان دارن، بعضی عذرخواهی میکنن، با عدل و تقوای اونها منافات ندارد. اما این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اون نصیب همه نیست. من یتق الله یجعل له مخرجا، اون نصیب همه نیست که اشتباه نکنن، مسئول بمونن، سهو و نسیان نداشته باشن. این نصیب اوحدی است. لذا آیاتی که مربوط به این گروه هست زیاد نیست. یهدی در سوره مائده آیه 16 بود، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور. چون که در سوره مبارکه حدید هم مشابه این، از باب اینکه هدف والا و نهایی نورانی کردن جامعه است، آیه 9 سوره مبارکه حدید هم دلیل است. سوره حدید آیه 9 این است: والذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. پس اگر کسی بگوید نور یعنی عدل و تقوا، این معنای برین و بالای قرآن را تنزل داد. خودش رو باید بالا ببرد، نه معنا رو پایین بیارد. نور نور است، عدل و تقوا هم نور، البته منتها نور ضعیف. جامعه بخواهد روشن و نورانی بشود، نظیر زمان ظهور حضرت که خیلی ها نورانی میشوند، که میگن از بو کردن دستشون از غیب با خبر میشوند، با اون اسراری که در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه هست از همین قبیله. وجود مبارک حضرت که ظهور کرده است، دست خدا رو سر مردم می آید یا دست حضرت به اذن خدا رو سر مردم می آید، احلام و عقول اینها بالا می رود، همین است. تا جامعه یملأ الله به الناس قسطا و عدلا نشود، یملأ الله به الارض قسطا و عدلا نخواهد شد. تا مردم عدل دوست نباشند، زمین پر از عدل و داد نخواهد شد. این شدنی نیست. با کشتن، با کشتار تازه اول دعواست. اگر رشد فرهنگی پیدا شد، اون از زمینه برای گسترش قسط و عدل هست. پس این که فرمود والذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، از همین سیغه است. و همین مردان نورانی در قیامت در همون سوره مبارکه حدید آیه 12 دارد که یوم تری المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. اون روز که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، بالاخره فضای وسیع بهشت باید روشن باشه یا نه؟ شمسی نیست، قمری نیست. اینا که اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت، بساط اینا برچیده شد. اونجا هم که به صراحه میفهمد لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. خب این فضای بزرگ کی روشن میکنه؟ فضایی که عرضها السماوات و الارض. قبلا هم بحث گذشته، خانه هر بهشتی به قدری وسیع است
که همه مردم زمین بخواهند مهمان یک بهشتی بشوند جا دارد. نه مجموع مال مجموع است، نه ارض و السماوات و الارض این مال مجموع بهشت است، این مال تک تک بهشتی است. خب این فضای بیکران در بیکران رو کی نور میده؟ شمس و قمری در کار نیست، همینا نور میدن. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، زن و مرد نداره. یسعی نورهم بین ایدیهم، اینی که وجود مبارک هست امیر را شما نمیدونید اونجا چه خبره. اگه میدونستید پیش من جمع نمیشدید. این علی است، این امام زمان بود. فرمود الان پیش من جمع شدید، دور من جمع شدید، من که نمیدونید اونجا چه خبره. اگه بدونید اونجا چه خبره من ول میکنید سراغ اونجا میری. یه همچه عالمیه. الان شما این شمس با همه عظمت دبدبه و کبکبه‌ای که دارد یه وجب رو روشن میکنه، 2 قدم اون طرفترش تاریکه. ارضها السماوات و الارض. این بیکران تا بیکران را مؤمن روشن میکنه، وگرنه نوری که در اونجا نیست. خودش فرمود جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. مگر اینجا که نورانیان کی به اینها نور داد؟ فرمود لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. اینجا نوری که نه از خود دارد نه از دیگری گرفته. که اگرم یک کسی نورانی شد تا بود ما بهش دادیم دیگر. اگر خدای ناکرده بیراه بره ممکن نظیر کسوف و خسوف گرفتار بشه. یه مثال خوبی که مرحوم شیخ بهایی تو صمدی دارد که انارة العقل مکسوف به طوع الهوا. همین وقتی نحو را شیخ بهایی و مولا محسن فیض و اینا بنویسن دیگه مثال را از شعر جاهلی نمیارن، یا آیه میارن یا روایه. اما وقتی نحو را بخواهد یک بیگانه بنویسه، این سعی میکند که از جامع شواهد شاهد بیاره و شعر جاهلی شاهد بیاره ماننده. انارة العقل که اگر مضاف الیه مذکر بود مضاف کذب تذکیر میکند. انارة العقل مکسوف به طوع الهوا. اگه کسی اطاعت هوا کرد اون نورانیت عقلش کسوف میگیره، یعنی آفتاب گرفتگی منکسف میشه. اگر انشاءالله به اذن خدا انسان مواظب بود این نور محفوظه. دنیا باشه نورش الهی است، آخرت باشه نور الهیش که ذات اقدس اله عطا کرده است دیگر. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. این است دست چپ ندارن، نه اینکه طرف جلو و طرف راست است. پشتشون چی؟ پهلوشون طرف چپشون چی؟ مؤمن که پشت نداره، مؤمن که دست چپ نداره، خلف نداره، این همش امام است و یمین. اصحاب المیمنه کلتا یدیه یمین. دست چپ اینها راست است، دست راست این هم راست. در وصف وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه آمده است کلتا یدیه یمین. مظهر او که امام انسان کامل معصوم است مثل وجود مبارک ابی ابراهیم سلام الله علیه، درباره اون حضرت آمده کلتا یدیه یمین. درباره شاگردان اینها مؤمنان اینها آمده است که مؤمنم کلتا یدیه یمین. او دست راستش راست است، دست چپش هم راست، برای اینکه هم با دست راست با یمن و برکت کار میکند، هم با دست چپ با یمن و برکت کار میکند. و یعنی چپ و راست اعتباری که مرمت ندارد. که بیگانه دست چپ او چپ است، دست راست او هم چپ، چون اصحاب شمال است، اصحاب مشأمه است، هم با دست چپ خلاف میکنن هم با دست راست. مؤمن اصلا دست چپ و پشت سر نداره، وگرنه میفهمون اینجا چه خبره. فرمود یسعی نورهم، یا جلو هست یا طرف راست، یعنی جلو اینها جلوه، خلف اینها هم جلوه، راست اینها راسته، چپ اینها هم راسته. بنابراین اینها چپ و خلف نداره، میمونه کل این جهات
یمین است و امام. و این میشه هدف نهایی. هدف متوسط البته عادل بودن است، مبارزه با ظلم است که بعدها تو همین سوره مبارکه ابراهیم جریان هست موسی کریم سلام الله علیه ذکر میکند. خب الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات، که این جمع محلا و الف لام است، از هر تیرگی و تاریکی. یه نامه یکی از بزرگان برای فخر رازی به دیگران نوشته که قطرة من الهوا تکدر بحرا من العلم. اونو که به جای رسیدن گفتن یه قطره هوس و هوا اگر تو دریای علم بریزی این دریا را آلوده میکنه. اگه کسی بحر العلوم شد، دریا و بحر علم شد، خدای ناکرده یه قطره هوس توش بود، علم فروشی خواست بکنه، منم باید برم اسم منو باید ببری، اول باید ببری، با این لقب باید ببری، همین بازی ها. فرمود مواظب باشه. قطرة من الهوا تکدر بحرا من العلم. این مضمون در شرح نهج البلاغه اون عالم تبریزی که نسبت به شرح نهج البلاغه مرقوم داشتن آمده. اینجوره بالاخره، نه تقوا با هوا سازگار است، نه هوا اونقدر بدیش کم است که نتواند نظر بداد، خیلی پلیده بالاخره. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، البته به اذن ربهم. خب راهش چیه؟ همطور کلی گویی نه، راهش اینه الی صراط العزیز الحمید. اینا به طرف عزت حرکت کنن، به طرف محمده حرکت کنن، عزیز باشن، فرومایه نباشن، کریم باشن، پیروز باشن، نفوذناپذیر باشن، هر کی در اونها اثر نکنه، هر چی در اونها اثر نکنه، هر چی دیدن نخوان، هر چی شنیدن نخوان، عزیز باشن، راه عزیز رو طی کنن. بعد هم حامد باشن نسبت به ذات اقدس اله، محمود باشن نسبت به دیگران، کاری داشته باشن که قابل حمد و ستایش باشه. میشه راه حمید. راه عزیز را کسی طی کنه نورانی میشه، راه حمید را کسی طی کنه نورانی میشه. کجا میری؟ میخوام عزیز حمید بشم، دعوت کرده ما را دیگه. آخه اینا که مرحله ذات واجب تعالی نیست، اینا صفات مادون ذات است، خارج از ذات است. خارج در مقام ذات انبیا و اولیاء راه ندارن چه رسد به افراد عادی. اینا مقام فعل حق است، فیض حق است، ظهورات حق است. شما این اسماء حسن جوشن کبیره که میبینید به استثناء برخی از اسماء خیلی خیلی محدود است، بقیه همه اسماء فعلیه و ظهورات الهی است، افاضه الهی است. اینا نصیب انسان میتواند بشود، انسان میتواند به اینا راه پیدا کند. راه عزیز شدن، راه حمید شدن، حامد باشه، محمود باشه، پرچم حمد را هم به دست بگیره در محدود خودش. اون لوای حمد بالقول المطلق در قیامت به دست وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خب قبل از اینکه به این آیه دوم برسیم، این لتخرج الناس توضیح بیشتری می‌طلبد. این است که خدای سبحان برای اینکه جامعه را روشن بکند قرآن فرستاده است. قهرن پیامبر را هم از این بر همین جهت ارسال کرده است. این لام لام غایت است، نه لام عاقبت. اگر لام عاقبت بود معنیش این است که پایان کار همه مردم نورانی شدن است، در حالی که چنین نیست. در همین آیه بعد دارد یه عده کافرن دنیا را بر آخرت ترجیح میدن، اینا گرفتار نارن، ناریان نه نوری. پس این لام لام عاقبت نیست. لام عاقبت در سوره مبارکه اعراف آیه 179 بازگو شده. در سوره اعراف آیه 179 این است که ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. ما برای جهنم خیلی ها را خلق کردیم. این لام لام غایت نیست، یعنی پایان خیلی ها جهنمه. لام عاقبت همون تو کتاب ادبی ملاحظه فرمودید
نظیر اون چی که درباره التقاط وجود مبارک موسی سلام الله علیه داد فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. این لام لیکونه که لام غایت و منفعت نیست. اونا وجود مبارک موسی را برای که دشمنشون بشه که نگرفتن. اونا موسی را دیدن یه فرزند خوبی است، گفتن ما این رو میگیریم نتخذه ولدا، به این هدف گرفتن که از او بهره فرزندی ببرن. هدف اونها این بود ازش استفاده کنن. اما پایان کار دشمنی وجود مبارک موسی نسبت به اونها در آمد، میشه لام عاقبت لیکون لهم عدوا و حزنا. اونا گفتن نتخذه ولد مانند اون، میشه لام عاقبت. در اینجا ذات اقدس اله فرمود پایان کار خیلی ها دوزخ است، نار است. ما برای نور خلق کردیم ولی این شده ناری. ولقد زرعنا یعنی خلقنا لجهنم، لام عاقبت است، یعنی پایان کار خیلی ها من الجن و الانس این است. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون. والحمد لله رب العالمین. آیت الله جوادی آملی فرمودند هدف اصلی قرآن نورانی کردن جامعه است، نه به بهشت بردن انسانها. هدف این است که انسان در همین دنیا که نشسته بهشت و جهنم را ببیند و صدای بهشتیان و جهنمیان را بشنود. هدف این است که بهشت مشتاق انسان باشد. انسان خوب و عادل و متقی و فاضل بودن هدف میانی است، زیرا بشر این توان و قابلیت را دارد که نظیر حارث ابن زید ملکوت را ببیند. او نه امام بود نه امام زاده، نه پیغمبر بود نه پیغمبر زاده. حارث ابن زید یکی از افراد عادی جامعه بود که حرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در او اثر کرد. او همواره مراقب بود بیراه نرود و راه کسی را هم نبندد. بنابراین اگر انسان هدف میانی را بدون توقف بپیماید، بیراه نرود و راه کسی را نیز سد نکند، خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه شامل حال او می شود.